أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامهای الله این المصور می باشد که در قرآن در سوره حشر وارد شده است. الله می گوید: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. خالق البارئ المصور مصور معنایش این است که یک چیزی رو به یک صورت معین، به یک شکل معین آفریدگار می باشد. می بینیم که الله تمام این مخلوقات ها رو با بهترین شکل آفریده است که الله مصور می باشد. برای می بینیم که مخلوقات های الله چه حشرات باشد چنان آفریده است که پرندگان، حیوانات هم آفریده است، هم به شکل در آورده است که کسی در وی نقصان را نمی بیند. و اینچنین انسان را الله میگوید: هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آن اللهی که شما را در درون رحم مادرتان به شکل در آورد، به صورت در آورد. میبینیم که در این دنیا میلیاردها انسان ها وجود دارند که به یک دیگر مانند نیست. این دلالت میکند که به الله یگانه که کسی به کسی مانند نیست. این دلالت به قدرت الله پاک میکند. و اینجا الله میگوید که فی ای صورت ما شاء رکبک. به کدام صورتی اگر خواهد شما رو به آن به شکل میدرد. برای الله المصور می باشد. مصور عبدالمصور، بنده مصور. نام الله المصور می باشد. در قرآن آمده: صورکم یصورکم صورناکم. همه این دلالت می کند که الله توانا و با بهترین شکل آفرنده می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقتی که آینه رو می دیدن می گفتن: اللهم انت حسنت خلقی. بار الها تو ما رو با بهترین شکل آفریدی. فحسن خلقی. و این چنین خلق اخلاقم را نیز بهترین گردان. فحرم وجهی النار. و رویم را از آتش جهنم نگه دار. و این چنین نباید و نشاید بندگان رسم بکشند یا که یگان تیمسا یگان هیکلی را بتراشند. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: کل مصور فی النار. هر یک شخصی که رسم میکشند با دست خود یا که هیکل میتراشند، همه آنها چنین شخصایی که به چنین کسب کار مشغول هستند، آنها در آتشند. گفتند: اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون. پیامبر گفتند که بدترین عذاب در روز قیامت شخصایی میباشند که آنها به دست خود رسم های جاندار رو میکشند. پرنده، حیوانات، این رسم انسان، این چیزها رو میکشند. آنها بدترین عذاب، سختترین عذاب برای آنها میباشد. اما شخصایی که رسمی درخت و کوه و دریا و دیگر چیزهای بیجان را میکشند، آنها به این نمیدرویند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از سفرها وقتی که به خانه خودشان برگشتند، حضرت عایشه مادرمان رضی الله عنها میگن که من خانه را بسیار زیبا گرداندم. به یک قیماشی که در وی یک صورتهای جاندار بود. پیامبر آمدن صلی الله علیه و سلم این پرده رو، این سفره رو دراندن. گفتند: ای عایشه، گفتند بدترین عذاب در روزی قیامت
این برای شخصهایی می باشد که آن شخصهایی که رسم میکشند و به خلق الله مانند میکنند، رسم های جاندار میکشند و به خلقیت الله مانند میکنند. برای همین نباید و نشاید ما در خانه های خود یگان رسم های گنجشکی حیوان و این چیزهای داشته باشیم. باید این از خانه این چیزها رو محو بگردانیم. اما بازدیشه کودکان و این چیزها رو عالمان گفتن باکی ندارد که این کودکان به این بازی میکنن و اینچنین ویدیوها و آن فوتو اپارات هایی که استفاده برده می شود، اینها رو گفتند کسی نمیگوید که یگان شخص این رو کشیده است، بلکه رسمی فلان چی میگوید. والله اعلم. نام الله این المصور می باشد. ما وقتی که الله رو میدونیم که با بهترین شکل انسان رو می آفرد و با الله شکر و حمد میگوییم و الله رو قادر میدانیم و با این مقتضای این نام الله رو پرستش میکنیم. المصور. این بود شرح مختصری که نام الله المصور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.